تو در هیچ دبیرستان و دانشگاه این درس را آموزش ندیدی که هر پدیده‌ای که اومد گارد نگیر، نترس، خودتو جمع نکن، مچاله نشو. این نیومده که تو رو از پا در بیاره، این اومده حامل یک پیام پر از خیر از جانب خدای رحمان و رحیم برای توست. نترس، هیچ پدیده‌ای در این عالم اجازه نداره تو رو ناراحت بکنه، صفحه مبارک ذهن تو رو مخدوش کنه. نترس، دوست توست. تو فکر میکنی این دشمنته؟ به هر چیزی مثبت نگاه کن. حتی اون شکستی که تو فکر میکنی اسمشو گذاشتی بزرگترین شکست زندگیت، مثلا یه طلاقی بوده، نمیدونم یه ورشکستگی بوده، یه از دست دادن یه عزیز زندگیت بوده که از دنیا رفته، هر چیزی که تو اسمشو گذاشتی بزرگترین شکست زندگی، همون رو اگر روزی که اتفاق افتاد تو آموزش دیده بودی، با آغوش باز باش برخورد میکردی، میدیدی که اون روی مهربانانه خودش رو به تو نشون میداد.